اگر من در فبرلی کار نمیکردم من این خیلی چیزا در ده حیاتم خریده نمیتونستم، یا اینکه من شوهرم در جنش زده نمیتونستم که من در همه چیزا خریده بیارم. اولش خداوند مهربان، بعد مهنت های خودم، بعد سببگار شرکت فبرلی که امروز ما از زندگی دیگران یکم فرقیتی نداریم. مرام همه چیز ما به قانون قاعده‌اش. در نوار محصولاتی که شما میبینید در طول 2 ماه ما استفاده بردگیم. هر کاتالوگ در شرکت فبرلی خرید کردن شرط و ضرور نیست. همه کار راههای خودش داره. راههای خودش داره که طریق کلینس که چت من میتونم که انا همین محصولاتی که خودم استفاده میبرم استفاده برش نشون داده به دیگران هم نشون تیم که ایو چخیل کارهای ما را در زندگی آسان میگردونن. پیادنوازی همه داخل لباسای ما را میبرن میروانن. سالفетка برای لواشکا لباسهای ما را از همه چیز نگاه میداره که رنگ‌های همدیگرش نزنن، خوشبوی کننده. شامپونایی که برای موی سر نریزوندن، موی سر قفس کردن، برای کودکان، زبنای پاستا، همه چیزی در کاری اعصابی نه برای پسودشویی. باورک نه بسیارش برای پسودشویی که ما پسودامون هر روز میشویم. پس بعدی همین قدر بگم که محصولات ها و ویدیوهایی که ما دکازت کردیم با آدما چی بهونه میکنن من نمیدونم. پیشروی شما، آسان کردن زندگی شما در دست شما. اپا و خواهر مهربان یک نفس زندگی را برگردانده نمیشود. پس زندگی خود را امروز بساز. پیشروی شما در دست شماست. از ما حرکت، از خداوند مهربان برکت.